سلام دوستای عزیز، به یکی دیگر از ویدیوهای آموزشی باغداری نوین خوش آمدین. دوستای عزیز، این بار خواستیم که طریقه پیوند نمودن گل مرسله که البته چند نوع گل به یک بطره ما میخوایم حالا به شما آموزش بدیم که چه قسم پیوند میشه و یک زیبایی خاص به خود میگیره. دوستا، فعلا گلی که شما میبینید گل گلابی است و در پالیش تصویری که به شما نشان دادم این هم گل گلابی است. ما میخوایم که در این بتا به هر بته از این 4 نوع گل یا 5 نوع گل پیوند کنیم. فعلا ما از این بتا شروع میکنیم. دوستا، وسایلی که برای این ضرورت است که شما عملی پیوند انجام بدین، یک قیچی است که این قیچی اصل است، قیچی بسیار خوب است، قاط نمیشه، کیفیت خوب داره. و وسایل بعدی که است چاقو است، چاقوی پیوند که دو سر داره، یک طرف چاقوست و طرف دیگهش اون دستگاهی است که پوست از خود نبات از تنه نبات جدا میکنه. و وسایل سومی پیوندی است که شما او را میخواین که در نبات اصلی پیوند بکنین. ما 4 نوع گل در نظر گرفتیم. اینی مرسل تایگر یا افرنگ میگشه و بعدیش قلمی بعدی ما جیگری است. شما ببینید جیگری است. جیگری رنگ بسیار خوب داره و دیگه رنگ بسیار روشن خوبش است. و رنگ بعدی را که ما در نظر گرفتیم سفید است. اینی سفید است، این بسیار خوبش است، زیبایی خاص داره. و رنگ بعدیش هم شیرچایی یا چکایی میگیره برش که بسیار هم از زیبایی خاص برخوردار است. و وسایل چهارمیش که بر پیوند ضرورت دوستای عزیز لابرتیپ، چسب یا یک پلاستیکی باید در نظر بگیرین که وقتی پیوند میکنین او را باید در اطراف پیوندتان تو بتین یا دور بتینش. توسط اون پلاستیک بازم قسمت هایی که پیوند میشه باید چسب بشوه یا پوشانده شود تا ای که هوای آزاد داخل پیوند نشوه. دوستان، ما فعلا سری از این عملیه را انجام میتیم. اینمی 4 نوع گل میخوایم که پالای از این گل پیوند عملی پیوندش اجرا کنیم. این دوستان، اینی از این بته افرنگ قلمه جدا میکنیم. شما ببینید که توسط اون دستگاه خاص یا مقیچی پیوند جدا میشه و اینجا عملی تی پیوند دیگه تی پیوند توسط اون دستگاه یا چاقو اجرا میشه و پوست به مو شکل که ما به شما گفتم تی پیوند عملی تی پیوند اجرا میشه. و شما ببینید همو تی پیوند تیار آماده شده و این پیوندی که ما برش در نظر گرفتیم این در او قسمت جا بجا شد. این دوستا، شما از نزدیک خوب صحیح ببینید این شکل تی پیوند است. اینی هم چاقوی است که از این قسمت در این قسمت کش میشه و یک چاقوی دیگه از قسمت وسط پایین کش میشه. این هم توسط همون دستگاه گفتم در نظر گرفتیم یا وسایلی که وجود داره. این قسمت پوستش از تنه جدا میشه و این طرفش هم جدا میشه و این پیوند از بالا پایین قسمت پایین فشار داده میشه. یعنی در بعدیش هم به شما واضح تر بیان میکنیم که شما درست یاد بگیرین و خودتان بتانید که عملی پیوند در خانه هایتان در باغتان اجرا بکنین. یعنی به این شکل در دست همکار ما میبینین که تیار او را جدا کرد از خود تنه، از خود اون قلمی که در نظر داریم. و اونجا هم شما ببینین که تیار شکل تی پیوند اونجا در نظر گرفته شد. یعنی ببینین که این پیوند مستقیم در اون جایی که برش در نظر گرفتیم جاگزین میشه. و ما البته دوستا برای لابرتیپ در نظر نگرفتیم. توسط پلاستیک تیار ما قیچی کردیم، توسط پلاستیک باز او را اطرافش میپوشانیم. دو رنگ قلمی ما اجرا شد. فعلا رنگ جیگری است که رنگ جیگری را ما میخوایم پیوند از جدا کنیم. شما ببینید که این به این شکل
پیوند از این جدا میشه. بسیار با آسانی، بسیار راحت جدا میشه. یعنی شما ببینید که شکل تی پیوند در این جمع انجام میشه. آره چاقو رو میبینید طرفی یک طرف چاقو دیگه طرفش هم اون چیزی است که پوست از تنه جدا میکنه. این عملی سومش هم اجرا شد. این سومیش و چهارمیش هم این گل بعدی است که باید این پیوند میشه دیگه. این قلم ازی گرفته میشه. پیوند گرفته شد و اینجا هم شما ببینید دوستا واضح معلوم میشه شکل تیر اول توسط چاقو بریده میشه، بعدا قسمت وسطش پایین میاد به اون شکل. پیوند از بالا فشار داده میشه، پایین میاد و زیر پوست جاگزین میشه. بعد از اینکه جاگزین شد باز توسط لاورتیپ یا پلاستیک تو داده میشه. این دوستای عزیز ما پلاستیک برش در نظر گرفتیم دیگه. این شما به این شکل ببینید که هم قسمتی که پیوند شده به اون شکل توسط پلاستیک و هم قسمتش پوشانیده میشه تا اینکه هوا داخل نشوه و او بچسبه. اینی به این شکل تو داده میشه و باز محکم به دیگه خود گره میشه یا بسته میشه دیگه. به این شکل این به این شکل دوستان این بسته شد. دوستان عزیز ما 3 گل دیگر هم پلاستیکایش به این شکل بسته میکنیم. حالی قسمت های بالایی گل ما قطع میکنیم. اینی رو ما به شکل نمونه به شما نشان دادیم که یک دانش نمونه‌ای نشان دادیم که به این شکل بسته میشه. اینالی گل قسمت های بالایش قطع میکنیم. به خاطر اینکه قطع میکنیم که وقتی که عملی پیوند اجرا میشه باید گلای اضافی قطع شوه، به خاطر اینکه مواد غذایی در پیوند برسه و پیوند رشد بکنه، انکشاف بکنه، نتیجه خوب بده. این دوستا به این شکل گل قطع شد. این گل شما دیدین قطع شد و عملی پیوند ما بالایش اجرا شد و حالی فعلا هم قسمت های بعدی پیوند که ما اجرا کردیم و قسمت ها را میخوایم که بسته کنیم. این دوستا به این شکل شما میتونید که عملی پیوند بالای گلتان اجرا بکنید. میتونید از یک بته 5 رنگ 6 رنگ بر اندازه که گلتان نوده داره به ما اندازه میتونید انواع مختلف گلا را پیوند بکنین. سلامت باشین. تشکر. اوقات خوش. الله نگهدار.